شرایع گل رو همچنان از مقابل کنست پارلمان اسرائیل داریم. این تصاویری که دیده میشه هم در کنار دونالد ترامپ تصاویر از عبدالفتاح سیسی دیده میشه، بعد هم تصاویر زیادی از آقای ترامپ در همون تل‌آویو و بیت المقدس دیده میشد، در کنار بنیامین نتانیاهو، در کنار شماری از گروگان‌ها. بسیار به نظر میاد که برای آقای ترامپ دستاورد بزرگی به حساب میاد یا و خوشایند هم است. قطعاً اگه نگاه بکنید ما در مثلا همون میلیون گروگان‌ها در تل‌آویو این عکس آقای ترامپ در دست مردم دست به دست میشد، نه نخست وزیر این کشور. حتی یکی از طرفداران آقای نتانیاهو گفته بود در این کشور رهبر بودن خیلی مشکله، چرا که کسی قدر کارها و زحمات رو نمیدونه. ولی خب واقعا آقای ترامپ استفاده تیم و استفاده حداکثر اظهار کردی. ولی واقعیت اینه هم کسانی که در این کشور شکاف عمیقی توشون، یک طرف میگن که باید این جنگ سریعتر خاتمه پیدا میکرد، گروگان‌های کمتری جان میباختن و همچنین اینقدر فلسطینی‌ها و ویرانی در غزه به وجود میاد. گروهی دیگه هم هستن که اونا میگن این جنگ نیاز بود تا حماس ضعیف بشه، به پای میز مذاکره بیاد و قبول کنه همه این گروگان‌ها رو آزاد کنه. اما چیزی که مشترکاً بین این دو گروه امروز هست اینه که اولا همه خوشحالن که گروگان‌ها دارن آزاد میشن. این هم هستش که این تنها دونالد ترامپ بود که میتونست هم به نخست وزیر اسرائیل هم به حماس و حامیان کشورهای حامی حماس فشار بیاره تا این آتش بس برقرار بشه. البته خب آقای ترامپ امروز میشه گفت رسما در این پارلمان در سخنرانیش پایان جنگ رو اعلام کرد، ولی ما نشانه این رو در میان صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل نمی‌بینید. نخست وزیر اسرائیل دیشب حتی در یک سخنرانی پیام گفته بود که هنوز جنگ اسرائیل ادامه داره. اما خب اگه به صحبت‌های رهبر مخالفان در پارلمان که